برای همیشه بدون گوشی باشی یا بدون موسیقی؟ وای، یعنی سخت ترین سوالی که این دفعه از من پرسیده شد خدا وکیلی همین بود. خب من تصمیم گرفتم همیشه بدون یو گایز چطورکس گنگ تو خیلی خوش اومدید به چنل پرهام پیشه. امروز قراره بریم یه سوالات سم، اصلا سوالاتی که پاسخ نداره، سوالاتی که اصلا چرت و پرته، جوابش اصلا مشخص نیست، مثل اینکه یه روز توی اتاق تاریک میمونی یا یه روز جنگل. یه نمونه از این سوالات بود و قراره این کلی از این سوالات توی این ویدیو جواب بدیم که سوالاتو ترک کردم توی لپتاپم هستش الان و ممنونشم از من حمایت کنین. اگه حمایت کنین تشکر میکنم ازتون و سوالی داشتین، پاسخی داشتین، نه پاسخ چرا باید تو کامنت ها بنویسم؟ وای روش جدید کامنت گرفتم. و ممنونشم از من حمایت کنین و چنل من رو سابسکرایب کنین و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. برای همیشه گوشت نخوری یا برای همیشه شیرینی نخوری؟ چه سوالیه آخه این؟ آخه ببین هر کدومش هم به جای خودش خیلی خوبه، یعنی تو هر کدومش رو همش نخوری. ببین هر کدومش زیادی خورده میشه مضرایی برای آدم داره، ولی از اونجایی که شیرینی واسه بدن خیلی مضره من میگم شیرینی نخورم. از یه پل معلق خیلی بلند رد بشی یا از تونل خیلی تاریک و تنگ؟ خب تو پله که معلق و خیلی بلنده خیلی خطرناک داره و ممکنه تو جونت از دست بدی. از اونجایی که این پل خیلی خطرناکه تصمیم میگیرم از تونل خیلی تنگ و تاریک رد بشم. تحتش یه ذره ترس داره دیگه، ولی رد میشی. توی استخر پر از مار باشی یا یه اتاق پر از عنکبوت؟ وای من هر دوتاشم میترسم، ولی از اونجایی که من از حشره ها به شدت بیزارم توی استخر پر از مار باشم. ولی هر دوتاش خدا وکیلی خیلی خطرناکه. هیچ وقت نتونی دروغ بگی یا هیچ وقت نتونی حقیقت رو بگی؟ خب من تصمیم میگیرم هیچ وقت دروغ نگم، همیشه حقیقت رو بگم. چرا باید دروغ بگم همش؟ خب هیچ وقت تصمیم نگم دروغ بگم. همیشه همه فکرها تو سرت شنیده بشه یا همیشه رازهای بقیه رو بدونی؟ خب ببین این یه جورایی شخصیت آدم هست. آدمایی که خیلی فضولن میان میگن همیشه ما مثلا رازهای بقیه رو مثلا بشنویم یا ببینیم، ولی من میگم همیشه همه فکرها تو سرم شنیده بشه. مثلا یارو چه فکری میکنه در مورد یعنی از بهتر از اونیه که راز مثلا بقیه رو بیای ببینی یا بشنوی. 100 میلیون تومان بگیری ولی همه ببینن که بهت میدن، یا 500 میلیون بگیری ولی هیچ کس نفهمه؟ خود معلومه چرا باید 100 میلیون ببینن همه مدارن پول میگیرن. 500 میلیون میگیرن ولی هیچ کس هم نفهمه. 500 میلیون میگیرن برام خودم اشغال و تفریح و فلان و هر چیزی که میخوام هر چیزی که میخوای بخوری ولی هیچ وقت مزه‌شو نفهمی، یا فقط یه نوع غذا بخوری ولی عاشق مزه‌ش بشی؟ برای همیشه یه نوع غذا بخوری؟ ببین از اینجایی که گفته عاشق مزه‌ش باشه خب معلومه تو همیشه اون غذا رو دوست داری دیگه. خب معلومه من میگم فقط یه نوع بخورم عاشق مزه‌شم بشم. برای همیشه توی کشور بمونی ولی لاکچری زندگی داشته باشی یا همیشه توی سفر باشی ولی معمولی زندگی کنی؟ چه سخت شد، چه سوالیه این. ببین انتخاب به همون شخصیت آدما برمیگرده. یه سری آدم رو نید مثلا سفر میرن خودش یه زندگی لاکچریه واسش. یه نفر ببینی یه جا هستش یه شهری مثلا از اونجا که به دنیا میاد بزرگ میشه پیر میشه نوجوان فلان اینا توی یه شهر میره ولی لاکچری زندگی میکنه. این بستگی داره به شخصیت آدما، ولی من میگم همیشه در حال سفر باشم. خب یه زندگی معمولی هم داشته باشم، چون ببین این کره زمینه ما انسان‌ها اومدیم یه زندگی رو تجربه کنیم. درست نیست توی نقطه این کره زمین بمونیم که بریم کلش رو ببینیم. خب من ترجیح میدم همیشه توی سفر باشم و یه زندگی معمولی داشته باشم. آفرین آفرین. با یه کوسه شنا کنی یا از یه پل خیلی بلند بپری با بانجی؟ خب 100% دومی. همیشه حقیقت رو در مورد بگن یا همیشه همه دروغای خوشایند میگن؟ همیشه حقیقت رو بگن. چرا میخوام بی خودی در مورد من نظر بدن؟ همیشه حقیقت رو بگن. یه ماه بدون اینترنت یا یه ماه بدون غذای مورد علاقت؟ دیوا این چه سوال سختیه. آخه من هم رو غذا خیلی حساسم، یعنی اصلا غذا یه چیز غیر از اون چیزی باشه که دوست ندارم اصلا اشتهام کور میشه.
بدون اینترنت هم که اصلا نمیدونم کاری انجام بدم. همین ویدیوها رو من با اینترنت میگیرم. یه ماه بدون غذا مورد علاقه‌ام. چون ببین اینترنت الان واسه کار من الان واجبه، ولی غذا مثلا هر چی باشه میخوریم. ته تشنان گفته یه ماه دیگه، حالا یه ماه ما بدون غذا مورد علاقه میمونیم، ولی اینترنت واجبه الان. یه هفته توی یه استخر تسخیر شده بمونی یا یه هفته توی جنگل تاریک تنها باشی؟ یه هفته توی جنگل تاریک تنها باشم. وای گرگا بیان اینجا، نمیدونم ببر بیاد باشم بچنگم و اینا. سریال زیاد میبینی؟ آره. همیشه دروغ بگی یا همیشه حقیقت رو بگی، حتی اگه به ضررت باشه. همیشه حقیقت رو میگم، اصلا کلا دروغ تو کتم نمیره در این حد. تو قطب شمال زندگی کنی یا تو بیابون سوزان؟ بابا بیابون سوزان تو گرمت میشه، من اصلا گرما متنفرم، به خدا دارم میگم. من تو زمستان الان همدان ما زندگی میکنیم، الان تو زمستان به خدا سرد هوا دما فکر کنم چند منفی 10 درجه است، 20 درجه چنده، مثلا سردم نمیشه، گرمم تازه میشه. حالا تو ببین من تو بیابان خیلی گرم و سوزانم باشم، همیشه تو قطب شمال زندگی کنم. برای همیشه بدون گوشی باشی یا بدون موسیقی؟ وای یعنی سخت ترین سوالی که این دفعه از من پرسیده شد خدا وکیلی همین بود. یا خدا این خیلی سخته. یعنی ببین من هم گوشیم واجبه یا هم موسیقی. وای 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 چه سوالیه. همیشه بدون گوشی باشی یا همیشه بدون موسیقی؟ خیلی سخته. بذارید من یه ذره فکر کنم، بعد ویدیو رو کات میدم میگم بهتون. خب من تصمیم گرفتم همیشه بدون گوشی باشم. یعنی ببین موسیقی، آهنگ یکی از بهترین شیوه هاییه که من میتونم ازش انگیزه بگیرم. یعنی آهنگ نباشه من یه آدم بی انگیزه ایم تقریبا. حالا یه ذره انگیزه داره ولی آهنگ باشه من اصلا خودم همین انگیزه ایم که میام مثلا ویدیو میگیرم یا کارهای روزمره میکنم با آهنگ بستگی داره. پس تصمیم میگم گوشی نداشته باشه. حالا لپتاپ هست دیگه ته تهش. زبان همه حیوانات رو بفهمی یا بتونی ذهن آدما رو بخونی؟ ببین از اونی که اون سوال قبلیه که بود نمیشه میتونی فکر همه آدما رو بفهمی. خب من اون انتخاب کردم دیگه. اینجا میام زبان همه حیوانات رو بفهم. خب دوستان گل یوتیوب خیلی ممنونم که تا اینجا بوده همراه من بودیم و امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه و امیدوارم همیشه به هدفتون نزدیک و نزدیکتر باشین و حال دلتون همیشه خوب باشه. و ممنون شم ازتون از من حمایت کنین و ویدیو رو لایک کنین و اگه از چنل من خوشتون اومد حتما چنل من رو سابسکرایب کنین و ایده ای نظری هر سوالی داشتین من در خدمتم. توی کامنت خوشحال میشم ازم بپرسین این سوالات رو. با امید دیدار تا ویدیو بعدی.